سلام همدیاران عزیز و آموزندگان گرامی قدر. درسی 23 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرفی سه. ساعت 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 به زبان تاجیکی ساعت می شود. بسیار نزدیک است طرز تلفظ و این کلمه از زبان عربی به زبان ترکی و زبان تاجیکی گذشته است. یعنی اصلی کلمه عربی است. ساعت. سپت 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 به زبان تاجیکی سبد سبد. این هم خیلی نزدیک است به زبان تاجیکی. اصلی کلمه یا از زبان تاجیکی به ترکی گذشته است یا از ترکی به تاجیکی گذشته است. سوان 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 معذرت. خب این حرف در درس های اول گفته بودیم که گاه تلفظ صدای غ را دارد، گاه تلفظ نمی شود، گاه بین غ و اویی که در زبان روسی است یعنی 61 میگیم گاه اون صدا را دارد. در اینجا همون یعنی کم تلفظ می شود، نه اونقدر زیاد، مثل سوان 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 پیاز. süt 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 süt. این حرف نیز او گفته بودیم در زبان ترکی است او و او شکلی که در زبان تاجیکی است او داریم و اوی دراز داریم، مثل استاد و رودکی یا پنجرود رود، مثل همون süt شیر. خب این بود درس 23. تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.